سلام دوستان، اینجا لایبرری دپرشن من هست. من براتون اومدم تا یک ویدیو بگیرم. من جدیدن از یوتیوب فارسی زدم بیرون، نه اینکه توش حضور داشته بودم، ولی قرار بود فعالیت کنم و گفتم من قرار یوتیوب فارسی رو متحول کنم، قرار تغییرش بدم و از این مسخره بازی ها، ولی I guess it's not working. قرار نیست کار بده، کار نمیده. من قرار بود یه داستان بازی بذارم که من ویدیوی نووا وایت یادم فکر کنم نووا وایت بود اسمش، ویدیوشون رو دیدم و دیدم که میگه راضی نیست و نمیشه و فایده نداره و نه یا این کسی میخواد کار کنه فارسی داستان بذاره و اینا، و من نذاشتم و حدس هم میزدم همین باشه. من حدس میزدم همین وضعیت باشه. اگر من قرار باشه توی یوتیوب فارسی محتوای ارزش بذارم، باید احتمالاً بودجه و هزینه مادیم تامین شده باشه از قبل. یعنی من باید یه جای خورد و خوراک و یه جای حداقل کارم یعنی یه جوری باشه که من بتونم یه جنون شب در بیارم تا بعداً بیام کارهایی که تفریحی مثل یوتیوب فارسی رو شروع بکنم. وگرنه الان که من وضعیت استیبلی ندارم، یوتیوب فارسی زدن مثل اینه که بری بازی سازی کنی، یا مثل اینه که نه اینکه بری بازی سازی کنی، ولی مثل اینه که نمیدونم مثل چی مونه، ولی یه جوریه که ریسکیه و قرار نیست واقعا بهت بازدید زیادی بده، قرار نیست تو درآمد داشته باشی زیاد ازش و اگر عشقی نباشه به درد نمیخوره. پس من گفتم که بیخیالشو، ریدم دهنشو دیگه، شیر توش دیگه در بیام، نرم توش فعالیت کنم. حالا من برام سوال بود که یه چنل دیگه بزنم که احتمالاً باید یه چنل دیگه بزنم، از نو شروع بکنم، اما باید یه ایمیل دیگه درست کنم یا با همین ایمیل باشه، نمیدونم. حالا برا